میخوام بهتون بگم که چجوری سینی لولومون تبدیل به این سینی هولو خوشگل مامانی و فانتزی شد. با من همراه باشید. اینجا یه تصویری از سینی لولومون میبینید که شروع کردم با چسب چوب دور تا دورش رو چسب کاری کردم. حالا با قلمو دارم چسب مالی میکنم. دقت داشته باشین دور قبل چسب کاری بود، این دور چسب مالی. تا برام تاتی کنی سه سوا بگر لباتو به لبام قاطی کنی تا میاد ماچو میخواد بهترین جاشو میخواد هر طرف راهو بیراد دنبال من ما رو میپاد تا میام ماچو میخوام میگم بهترین جاشو میخوام هر طرف راهو بیراد دنبالتم تو رو میپاد. خب حالا از کاغذ کادوهای جشن تولدم استفاده بهینه میکنم و اونو میارم میندازم روی سینی و سعی میکنم کاملا صافش کنم. دقت داشته باشید که اگر جنس کاغذ کادو رو جوری انتخاب کنید که ضد آب باشه میتونه بهتر بشه برای کارمون. بعد از اینکه خیالم جمع شد کاملا زیر کار هواگیری شد و هیچ حبابی نمونده و کار به طور کامل چسبیده به سینی، شروع میکنم با کاتر اطرافش رو میبرم و اضافه ها رو جدا میکنم. خب من از رزین هاردنر برای اینکه کارم محکم‌تر بشه و دوام بیشتری داشته باشه دارم استفاده میکنم. شروع میکنم رزین هاردنر رو به تمام سینی میکشم. رزین رو قشنگ پخش کنید کف سینی تا اینکه یک دست بشه. و حالا این قسمت اون تیکه های ریز طلایی خوشگلی که میبینید دارم با قیچی خورد میکنم میریزم و مطمئنم نمیتونید حدس بزنید الان چیه. من بهتون میگم استفاده کردم از پفک طلایی چیتوز. شروع کردم پوستش رو خورد کردم و به جای ورق طلا استفاده کردم که میتونه یه خلاقیت جدید باشه. به هیچکی نگین رو استفادهش کنید و کلی از کارتون لذت ببرید. دوستان سینی بعد از یک روز کاملا خشکه و شما یک سینی محکم و کاملا براق زیبا دارید.